سلام عرض کردم دوستان. توصیه دیروز ماموت ولایت یعنی موحدی کرمانی به تیم مذاکره کننده شیخ پری رو یادتون هست؟ بله، منظورم وق طرف تو نمایش جمعه است. سخنی با هیئت ایرانی مذاکره کننده با 5 به علاوه یک جمله کوتاه عرض می کنم. میدانید نیازی به تذکر نیست که آمریکا دشمن است. اینو باور کنیم، دشمن است و از دشمن انتظاری جز دشمنی نیست. او دشمن شماست، باورتون باشد دشمن شماست، شما هم او رو به عنوان دشمن تلقی کنید. بله، حالا برای اینکه عرض و طول شکاف تو نظام ولایت دستتون بیاد، بریم سراغ سرتیم مذاکره کننده ها یعنی اولاغچی و ببینید چطور طرف حسابای مذاکره رو دشمن تلقی میکنه. ما جلسه خوبی رو امروز داشتیم با دوستانمون در اروپا. حدود 5-6 ساعت مذاکره بود. البته مذاکره که نه به معنای مذاکره در قالب 5 به اضافه 1، با بیشتر حالت رایزنی و مشورت داشت در خصوص موضوعاتی که در هفته آینده در نیویورک مطرح خواهد شد. فکر می‌کنم که مباحث الان خیلی روشن‌تر از گذشته شده. البته اختلافات کماکان بر جای خودش باقی هست، به خصوص در موضوعات اساسی. امیدوار هستیم که در هفته آینده در نیویورک بشه به هر حال مذاکرات رو به شکل سازنده تری به پیش برد. اون میگه دشمن تلقی کنید، بعد این میگه با دوستامون مذاکره داشتیم. تازه مباحثم روشنه، قرار سازنده هم پیش بره. البته اختلاف اساسی هم هست. اتفاق نظر تو نظام رو ملاحظه کردید؟ تناقض گویی رو چطور؟ حالا برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه، این تیکه از حرفای امام جمعه نمره موقت خامنه رو هم گوش کنید. مطالب بسیار مهمی مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان ملت بیان کردند. حیفم میاد که در این رابطه سخنی عرض نکنم. من در این رابطه میخوام یه اشاره‌ای به بعضی از آیات قرآن بکنم، مخصوصاً برای اونهایی که دلهاشون رو قدرت پوشالی آمریکا لرزونده و باور نمی کنند که ایران غالب است و آمریکا مغلوب. موشکاف اینجا همه حرفا رو ول میکنه، میره سر اصل مطلب. یعنی اون جایی که گفت قدرت آمریکا دلهاشون رو لرزونده، کی رو داره میگه؟ بله، شیخ پری و برابکسشو میگه. کدوم شیخ پری رو؟ همون که چند وقت پیش به همین دلواپسا گفت شما دارید میلرزید. یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چه کار کنیم؟ اینجاست که باید بریم تو کار لرزنگاری، یعنی ببینیم این دلواپسا و دلارام نظام که اینجوری داره میلرزه از چی میلرزه؟ چند ریشتر میلرزه؟ یکی هست جواب بنده موشکافو بده؟ یک نویسنده آمریکایی گزارش‌های مجاهدین به غربی‌ها را اینگونه توصیف کرد: آنها اندکی سندسازی به اطلاعات تاریخ گذشته اضافه می‌کنند و خوب تکان می‌دهند تا ساده لوحان را فریب دهند. به این میگن جواب مختصر و مفید. دمدمای مذاکره است و بازم داغ دل آخوندا تازه شده. بازم رفتن سراغ همون درد اصلی که دل که چرس کنن، 4 ستون نظامو میلرزونه. رفقا، ترجمه این آخری از زبون آخوندی به انسانی با خودتون. مهم اینه که ریشه دل لرزه جونورای نظام روشن شد. افشای بمب اتمی و ریختن دنیا سر رژیم. چه لرزه‌ای، نگو و نپرس.